ادا ایجه که به باربی ترکیه معروفه در نقش ییلدیز در سریال سیب ممنوعه کلی سر و صدا کرد و معروف شد و واسه همه این سوالو به وجود آورد که آیا واقعا ادا ایجه در زندگی واقعی هم همین کاراکتر مشابه به ییلدیزو داره یا نه؟ آیا واسه میلیونر شدن هر کاری میکنه و حتی حاضر با مردهای سمبالا وارد رابطه بشه؟ وقتی به گذشتش فلش بک میزنیم میبینیم که برای در دست گرفتن کارهای بزرگتر سینمای ترکیه مثل نقش ییلدیز در سیب ممنوعه واقعا با یه تهیه کننده معروف 40 سال از خودش بزرگتر رابطه داشته. اما یا واقعا این رابطه عشقی و احساسی بوده؟ اونم وقتی این تهیه کننده زن و بچه داشته؟ چقدر رابطش با بقیه همبازیاش جدی بوده و رابطه ها به کجا ختم شده؟ در نهایت ادا ایجه با کی ازدواج کرد؟ ازدواج اون با طغراهان که 3 سالم از خودش کوچیک‌تره و گرفتن هدیه ازدواج لاکچری ویلای 2 میلیون دلاری در بودروم چقدر حقیقت داره؟ الان چی کار میکنه؟ تا آخر این ویدیو میتونید به پاسخ این سوال که آیا ادا ایجه واقعا چقدر شبیه شخصیت و کاراکتر ییلدیزه پاسخ بدید. پس تا آخر این ویدیو با من باشید. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Laz Stories. اگر به محتواهای این چنینی علاقه دارین میتونین چنل رو سابسکرایب کنید و همچنین اگه به زندگی مدل ها علاقه مندین میتونین به چنل دوم من سر بزنید و اونجا هم عضو بشین. برای آپدیت ها و اطلاع رسانی های ویژه میتونین در چنل تلگرام من عضو بشین. ادا ایجه بازیگر سینمای ترکیه متولد 20 ژوئن 1990 در استانبول. پدرش مهندس برق و مادرش خونه داره. توی خانواده تقاری بود و 2 خواهر بزرگتر از خودش با اختلاف سنی 8 و 10 سال داره. در حال حاضر یکی از خواهراش مجری اخبار و اون یکی وکیله. کودکی ادا به گفته خودش کودکی شاد بود با پدری که کاملا حامی بود و پشت دختراش وای میستاد. تصویر کودکی ادا یه خانواده شاد و خوشحاله که توی پذیرایی خونه با هم وقت میگذرونن. ادا میگه اختلاف سنی من و خواهرام بین 8 و 10 سال بود ولی این باعث نشد من یه پرنسس باربیام. کودکی خیلی آزادی داشتم ولی هیچ وقت مجبور نبودم به سوالاتی مثل اینکه قراره چی کاره بشی یه پاسخ قطعی بدم. واسه همین کل بچگی و بزرگسالیم دنبال این بودم که واقعا چی دوست دارم و علاقم دنبال چیه. ادا اوایل دوستش مثل پدرش مهندس بشه، اما کم کم با بالا رفتن سنش تغییر عقیده به دنیای ادبیات داد و آخر سالهای دبیرستان علاقش کاملا به سمت روانشناسی چرخیده بود. اما از اونم خسته شد و بعد از مدرسه کنجکاویش به دنیای هنر شروع شد و همین باعث شد که اون وارد دوره‌های آموزشی تاریخ هنر بشه و توی یک گالری شروع به کار کنه. اما قبل ورودش به همین گالری میخواست توی یه بیمارستان آمریکایی شروع به کار کنه. توی این گالری با معروف‌ترین نقاشای ترکیه دوست شد و به معروف‌ترین نقاشای ترکیه خیلی نزدیکه، فقط به خاطر اینکه یه روزی توی اون گالری کار می‌کرده. دوستی با این نقاشای معروف توی دنیای بازیگری هم کلی به دردش خورد. توی فیلم‌ها و سریال‌ها و دنیای بازیگری اونا کلی اونو حمایت کردن. شروع کردن در دنیای هنر و بازیگری اتفاق یه شبه نبود. ادا همه زندگیشو از مدرسه تا دبیرستان در نمایش‌های تئاتر چه ترکی چه انگلیسی حضور پیدا می‌کرد. وقتی بچه تر بود یه گروه 4 نفره از دوستاش به اسم اسپایس گرلز داشتن که ادای رقصیدن اسپایس گرلز رو در می آوردن و دوست داشتن کلاً مثل اونا رفتار کنن. در واقع ورود ادا به دنیای بازیگری حاصل یه شبانه روز نبود. ولی خب یه اتفاق باعث شد که اون پاش به دنیای بازیگری باز بشه. اون تئاتر رو همیشه تو مدرسه تمرین میکرد. وقتی 13 سالش بود سال 2002 در حال اجرای یه تئاتر تو مدرسه بود که توجه تومار اوزوکور یکی از بزرگترین استعدادیاب‌های ترکیه رو به خودش جلب میکنه و همونجا پیشنهاد ایفای نقش کوچیکی در یه فیلم رو بهش میده و اونم این پیشنهاد رو غنیمت میشماره و ورودش به دنیای بازیگری استارت میخوره.
اما این ورود همزمان بود با ادامه دادن تحصیلات و کار کردن مجزا روی بازیگری. هیچ وقت به شکل تمام وقت بازیگری رو اون سالا دنبال نمی‌کرد. سال 2010 وقتی ادا 21 ساله بود به صورت حرفه‌ای وارد سریال بزببک میشه یا همون عروسک پارچه‌ای. از همینجا بابت هر گونه تلفظ اشتباه ترکی باید منو ببخشید. سال 2012 جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی جوان رو گرفت و بیشترین شهرت ادا برمیگرده به سریال سیب ممنوعه که وقتی اولین سال اونو بازی کرد 28 سالش بود. جالبه بدونید که همون سالا با استارت ورودش به دنیای بازیگری وقتی فقط 13 ساله بود روی جلد مجله هیگرلم ظاهر میشه. وقتی پا به دنیای عشق باز میشه، ادایجه اعتقاد داره که زنی رمانتیکه و عاشق عشقه و عشقو خیلی جدی میگیره و عاشق روابط طولانی مدته و اعتقاد داره وقتی به یکی عادت میکنی خیلی رمانتیک تره تا روابط متعدد کوتاه مدت داشته باشی. اما راجع به عشق نظریات جالبی داره. اون میگه وقتی بحث عشق میاد وسط زنا مبارزن و زنای امروز آزادتر شدن، کار میکنن، سفر میکنن، پول در میارن و زنا شجاعتر از مردان توی عشق. چند تا مرد دیدین که واسه به دست آوردن یه زنی بجنگه، ولی وقتی پای عشق تو زمین زن میفته زنا مبارزای خوبی هن. هوش احساسی زنا فوق‌العاده بالاست و شاید مردها یه جورایی از زنای قوی بترسن، زنی که از عشقش دفاع میکنه. نظریات اون راجع به عشق باعث میشه فکر کنیم شاید واقعا روابطش هم بر پایه عشق باشه. جالبه بدونید ادایجه کلا زندگی شخصی خیلی محرمانه‌ای داره و تا جایی که بتونه اونو از رسانه‌ها دور نگه می‌داره. اما با این وجود خودش اعلام کرده که تا 18 سالگی رابطه خاصی نداشته و با پسرها دوست عادی بوده. از جمله روابط بعد 18 سالگیش در بعضی از رسانه‌ها در سال 2013 اسم ادایجه در کنار اسم فرمان آلگول ترانه نویس اومده که ظاهراً این رابطه جدی نشده و به جایی نرسیده و یکی از روابط پرحاشیه و رسانه‌ای ادایجه با تهیه کننده نکاتی آکیبنار بود که 38 سالی ازش بزرگتره. جالبه بدونید نکاتی متولد 1962 بود و برگزار کننده کلی تئاتر و کنسرت. سال 1994 با همکاری ایلماز اردوغان مؤسسه فرهنگی بشیکتاش رو راه اندازی میکنه، همون شرکت BKM. اون مدیر اون شرکته و کلی پروژه های سینمایی در دست داره. خیلی ها فکر کرده بودن ارتباط ادایجه با آکیبنار شاید به خاطر همین پروژه های عظیمی بوده که در دست این آدم بوده. اما جالبه بدونید که همزمان آکیبنار زن و بچه هم داره. هیچ وقت ته و توی این شایعه یا حقیقتش در نیومد. خیلی از رسانه‌های ترکی این موضوع رو کاور کردن که از جمله روابط ادایجه با همین تهیه کننده نکاتی آکیبنار وجود داشته و یه دوره‌ای با هم دوست بودن. حتی با وجود اینکه اون زن و بچه داشته و دلیلش هم گرفتن کلی پروژه‌های سینمایی بعد از این ارتباط بوده. با وجود حرفایی که ادایجه راجع به عشق میزنه و با وجود تایید نکردنش ممکنه این رابطه واقعی نبوده باشه، گرچه خیلی از رسانه‌های ترکی این موضوع رو کاور کرده بودن و خیلی‌ها به اون ربط دادن که دلیل اینکه نقش ایلیزم در سیب ممنوع انقدر خوب بازی کرده اینه که در دنیای واقعی هم تجربهشو داشته. اما این تنها باری نبود که رابطه اون با یه تهیه کننده رسانه‌ای میشد. همچنین ارتباطش با کاگان اولوجا هم مطرح شده بود، ولی بعدش کات شد. سال 2015 در سریال کیراز مفسمی شایعات ارتباطش با سرکان چایوغلو وجود داشت که ادا اصلا اونو تایید نکرد. سال 2018 هم شایعات ارتباط ادایجه و اونورتونا یا بازیگر نقش علیهان وجود داشت که با هم کوستار و همبازی بودن، اما ظاهراً انقدر خبرنگارا و پاپاراتزیا از این دو نفر سر صحنه فیلم و چه بعدش عکس میگرفتن که ادا ناراحت شده بود و به خبرنگارا گفته بود از اینکه فقط از من و اونور عکاسی کنید دست بردارید، باعث شدید همه با این کارتون اشتباه برداشت کنن و با این حرفش باعث شد که شایعات ارتباطشون به شکل کامل رد بشه. بالاخره سال 2019 ارتباط ادایجه با بوغراهان تونجه شروع میشه که متولد سال 1993 و
از ادا کوچیک‌تره. مدتی رابطه‌شون پرفراز و نشیب بود. چند باری از هم جدا شدن، همدیگر رو آنفالو کردن، آشتی و قهر کردن و خیلی‌ها وقتی با هم خوب بودن فکر می‌کردن رابطه اینا قطعاً قراره به ازدواج ختم بشه و هر بار دعوا می‌کردن همه فکر می‌کردن این رابطه هم قراره تموم بشه. ادایجه در مصاحبه‌ها بارها گفته بغراهان مردی آرومه، باثبات و صادقه و در دنیای پرهیاهوی من به من آرامش میده. بغراهان هم گفته ادا شخصیتی پر انرژی و صادق داره و باهاش هیچ روزی تکراری نیست. جالبه بدونید که بغراهان بسکتبالیست تیم ملی ترکیه است و در سال 2021 و 2022 برنده یورولیگ هم شد. ادایجه و بغراهان در روز 21 ژوئن 2023 با هم ازدواج کردند و محل برگزاری مراسم اونا یکی از هتل‌های لوکس استانبول، فور سیزنز هتل بوسفوروس بود. چهره‌های سرشناسی عرصه هنر و ورزش ترکیه توی این مراسم حضور داشتن، از جمله همین هانده ارچل و هاکان سابانچی که هفته پیش واسهتون پروندهش رو کاور کردم و واسه لباس عروسش از طراح مشهور لبنانی زهیر مراد خواسته بود که خودش لباسش رو انتخاب کنه و لباس عروس یه حالت اغراق‌آمیز نباشه و ساده باشه و اونو سورپرایز کنه و ظاهرا وقتی لباسو پوشیده بود به شدت لذت برده بود و خوشحال شده بود. خیلی‌ها اعلام کردن، یعنی چند تا از رسانه‌ها، که 3 باری لباس عروسش رو عوض کرده بوده و 3 تا لباس برای مراسم عروسیش در واقع تدارک دیده بوده. خیلی جالبه که راجع به مراسم ازدواجش دوست داشته تا جایی که میتونه آزادی داشته باشه، واسه همین ترجیح میداده خرج عروسی و ازدواجش رو خودش بده که هیچ کس اونو توی هیچ گزینه‌ای محدود نکنه. یکی از حواشی که در واقع در مراسم ازدواج اونها خیلی رسانه‌ای شده بود، هدیه بغراهان که یه جور هدیه ازدواج بود، یه ویلای لوکس در بودروم بود که حدوداً 30 میلیون لیر ترکیه ارزش داشت، یعنی معادل حدود 2 میلیون دلار و ظاهراً این هدیه رو به ادا داده بوده که در رسانه‌ها کلی در واقع سر و صدا کرد، اما ادایجه این خبر رو تکذیب کرد و گفت رسانه‌ها اغراق میکنن و نباید شما هر شایعه‌ای رو باور کنید. در حال حاضر ادا و طغراهان هنوز با هم هستن. یه دختر به اسم مینا دارن که همین چند وقت پیش دنیا اومد. ادا مسلط به انگلیسی و آلمانیه و همیشه از این حرف زده که تحصیلاتش در روانشناسی به بازیگری و ایفای نقش بهترش کلی کمک کرده، چون برای خوب بازی کردن یک کاراکتر باید روی انگیزه های درون اون کاراکتر مسلط باشی. وقتی از خود ادایجه پرسیدن که چقدر با کاراکتر یلدیز همزاد پنداری میکنه، اون گفت به معنای واقعی از هم دورن. ادا میگه من با رفاه مالی بزرگ شدم، اما با این وجود از 19 سالگی روی پای خودم وایسادم. هر زنی باید روی پای خودش وایسه و حتی اگه وضع خانوادگی خوبی داره باید شغل داشته باشه و کار کنه. بعدها حضور ادایجه در مسابقه خوانندگی نقابدار توکی هستی خیلی مورد توجه قرار گرفت. استایل های ادایجه در این برنامه کلی طرفدار پیدا کرده بود و ادا چه در حرفه کاری و چه در زندگی واقعی کلا توی زدن استایل بسیار ریسک پذیره و هر گونه استایلی رو انتخاب میکنه تا بالاخره یه چیزی که خیلی جالبه رو پیدا بکنه. ادا میگه داستانا زندگی منن، من عاشق داستانم و شاید همین دلیلی بود که وارد بازیگری و تئاتر شدم. من برای شهرت وارد کارم نشدم. از اول علاقه داشتم که داستانها رو توی کاراکترم بازی کنم و اگه مشهور شدم به خاطر اینکه بازیگر خوبی بودم. ادا میگه به دلیل بزرگ شدنش توی خانواده‌ای بالغ مشکلات اعتماد به نفس هیچ وقت نداشته و همیشه بیشتر از سنش میفهمه. با وجود تمام چیزایی که راجع به زندگی ادایجه شنیدین، شما فکر میکنید واقعاً به شخصیت یلدیز شباهت داره یا نه و اینکه آیا ارتباطات قبلی شایعی بیش نبوده و همیشه دنبال عشق میگشته یا شایعات هم واقعی بوده؟ با هر جا آتیشی هست دودی هم هست. شما برام بنویسین، شما بگین پرونده بعدی کی باشه. تا یه ویدیوی دیگه با منلا اغفر. بیرحم و سرد بود، مثل یه سنگ مترسک بود، میزد و میبرد و میخورد، قلب و احساس همه میمرد. اون یه دوست قلب بود، واسه کشتن یه بی‌طاقت بود. اون یه قاتل سرد بود، میکشت و میشست و میدید، واسش یه برد بی نهایت بود. اون یه دختر
قاتل زنجیره‌ای خطرناک ملقب به دختر سرد همچنان آزاده. گزارش حاکی از اینه که با میلیون‌ها دلار دارایی نامشخص از مرز اروپا گریخته. در حالی که پلیس مدعی بازداشت مظنون اصلی پرونده بود، شواهد تازه نشون میده فرد دستگیر شده هیچ ارتباطی با این پرونده نداره. اکنون ماموران بین‌المللی در پی ردیابی این زن مرموز هستند، اما تا به این لحظه هیچ نشانی از اون به دست نیومده.